خانم آقایون سلام عرض میکنم. نمیدونم که الان شما کجای دنیا هستید، ولی همینطوری که من شنیدم و به من تلفن شده از ایران، از اروپا، از کانادا و حتی ساوت اند سنترال امریکا خیلی مردم تلفن زدن و عرض کنم بزرگتون که خیلی منو تشویق کردن و خیلی تشکر کردن و خیلی راجع به این مسائلی که من باشون صحبت کردم خیلی تشکر کردن و خیلی دعا کردن. من واقعا از همهشون متشکرم، ممنونم و امیدوار هستم که این مردم جالب و با شخصیت همه بدونن که این برنامه رو اون خانم خیلی گل و عالی که باعث شد که این برنامه رو برای ما بذاره و خرجشو همه برنامه‌شو بده، این به خاطر این هستش که من بتونم به مردم در دنیا کمک بکنم. عرض کنم بزرگتون که از هفته پیش تا این هفته مقدار خیلی چیزهای جالبی اتفاق افتاد که بعد از اینکه شما این فیلم سینمایی رو با چند قهرمان ایرانی که هالیوود ازشون فیلم برداری کرد از من و اونها راجع به این مسائل براتون صحبت میکنم و خواهش کنم اول به این فیلم که اینا همه ایرانی هستن توش تماشا کنید و بعد از اون باهاتون صحبت میکنم. Ladies and gentlemen, it's a great opportunity for me to get a chance to talk to the man that I know for a long time, a champion of the world. The story comes from 10,000 years ago when people wanted to get together and show their strength. And you know, if you recall, in many occasions I've discussed about sports nutrition and medicine and the healing of people due to being strong in their immune system. Well, immune system has been going on for 10,000 years. People used to wrestle. Now we can see in a Greek history that in the Olympic, the first thing people used to do is just stand in front of each other and wrestle. But today we have opportunity to talk to the man, the one that I know for a long time and has been nothing but a #1 in the world. Now, a lot of people, due to being straight up jealous, don't understand. But I do know, and I can tell you, that we're going to talk in our native language, which is the Persian, which is Farsi. And I had opportunity to talk to this master and to the man that next to him, which I understand he's a grandmaster. آقا سلام عرض کردم. عرض کنم بزرگتون که من به فارسی تعریف کردم که امروز افتخار دارم که با قهرمان دنیا و کسی که ایشون تاریخش میره از شروع تاریخ، در اون زمان مردم با هم کشتی میگرفتن و ما به قول معروف الان نشستیم اینجا بغل کشتیگیر حقیقی. کسی که من خودم با چشم دیدم در آمریکا #1، یعنی نمره اول شد در آمریکا و هیچ که نتونست اصلا با اینکه که ایشون ماشاءالله الان سنی داره و اینا، ولی خودش تونسته نگه داشته و امکان داره قربان شما خودتون معرفی کنید به مردم دنیا. من منصور تبریزی هستم. در ایران قهرمان کشتی بودم در وزن پایین و حدود 20 سال مربی بودم در ایران. 10 سال در تهران بودم، 10 سالم سرمربی کشتی استان اصفهان بودم. این معرفی من. خیلی ممنون. قربان شما. خواهش می‌کنم. من اسدالله محمدی هستم، بچه شهر ری، پسر ناصر محمدی که از قهرمانان جهان بود، یکی از همرزمان اولمپیکوس تختی بود و دوست صمیمی منصور خان تبریزی عزیز، من آقای منصور رازی شریف که کشتی رو از شهر ری شروع کردم زیر نظر آقای عبدالله زاره، بعداً به تیم ملی زیر نظر آقای منصور برزگر
که یکی از شاگردان مسعود خان تبریزی هستن، جناب دکتر بقا. بله بله. به تیم ملی راه پیدا کردم و چندین بار به سفرهای خارجی رفتم، شوروی، بلغارستان، کره جنوبی، پاکستان و کشورهای دیگه و مقام‌های آسیایی و یک بار در بلغارستان مقام جهانی گرفتم. من جناب دکتر بقا یه مقداری صحبت‌های جناب استاد تبریزی رو تکمیل کنم. بفرمایید قربان. چون بیوگرافی آقای تبریزی خیلی مختصر گفت. آقای تبریزی زمینی که 10 سال در اصفهان بودن، سرمربی تیم اصفهان بودن، بیش از ده‌ها بار سرمربی عنوان مربی تیم ملی انتخاب شدن و به کشورهای مختلف سفر کردن و تیم اصفهان رو در اون زمان همونجور که دکتر بقا میدونید کشتی فرنگی در ایران رشد نداشت. بله بله. تک ستاره‌هایی داشتیم نظیر فیروز علیزاده، رحیم علی آبادی اینا. آقای تبریزی تیم اصفهان رو با امتیاز تیم تهران اینا مقام اول کسب می‌کرد و من چند تا از شاگردای آقای تبریزی رو نام میبرم که مقام‌های تیم ملی آسیایی، جهانی و حتی المپیک کسب کردن. بله بله. یکی از شاگردان ایشون آقای مرادعلی شیرانی، بله بله. که سالیان سالم رئیس فدراسیون کشتی بود و به کشتیان خدمت کرده. در سال 1981 در گوتنبرگ سوئد مقام سوم جهانی کسب کرد. یکی دیگه از شاگردانشون آقای هاشم قنبری که 5 بار قهرمان آسیا شده و الان هم در سن 63 سالگی هر ساله در مسابقات پیشکسوت‌های جهان در آزاد فرنگی مقام اول جهان کسب می‌کنه. بله بله. و زندگیات هوشنگ متزوجه‌او که قهرمان آسیا بوده و سرآمد همه شاگرداش آقای منصور برزگره که هم مقام جهانی داره هم مقام المپیکی داره. از در سال 1973 در جهانی تهران اول شد، 74 آسیایی تهران، 75 در مینسک مسابقات جهانی شوروی نقره گرفت، در 76 در المپیک مونرال هم نقره گرفت، در 77 هم در لوزان سوئیس مدال نقره جهان گرفت و از 78 تا الان که حدود 35 ساله به کرات سرمربی تیم ملی بوده. این یه مختصری از بیوگرافی آقای منصور رازی شریف ملقب به منصور تبریزی که ما جناب دکتر خواستیم حق و ادا کنیم که بله همسال خودتون هم هست. 75 سال شما هست. حالا راجع به مدیسن و اینا دیگه عرض کنم که با اینکه دفعه اول ما هم دیگه رو می‌بینیم بذار یه خود بک‌گراند خودم بهت بگم. من خیلی بچه بودم اومدم آمریکا و در آمریکا و در ایران سن 5 سالگی شروع کردم به در آمریکا بهش میگن مارشال آرت، یعنی دعواهای برزی چی بهش میگن به فارسی مارشال آرت رو؟ خیابونی. و اینجا در آمریکا در سن 20 سالگی من تو ورزش تو مدرسه مارشال آرت نفر اول شدم. 1962 خدا بیامرز تختی اومد آمریکا که اینا برن تولیدو و کشتی بگیرن. در اونجا من شخصا با ایشون آشنا شدم و خیلی با هم رفیق شدیم چون من ورزشگاه بودم، اینم قهرمان دنیا بود اینا، ولی من همیشه دوستش داشتم. از اونجا من مرتب تو این ورزش بودم و اینها و میتونم دقیقاً بهت بگم که از نظر فن مارشال آرت من همیشه نمبر 1 بودم. الانم من 9 دیگری هستم، یعنی the highest you can go. جایزه‌های خیلی زیادی گرفتم و از نظر ورزش خیلی، ولی من همیشه درس می‌خوندم. شبا مدرسه میرفتم، تونستم وکیل بشم، دکتر لا بشم و 6 تا دکتر پزشکی بگیرم. بعد 6 تا دکتر پزشکی دارم. من دکتر و متخصص سرطان در دنیا هستم و مریضای خیلی زیادی دارم و از اونم بزرگ که تا الان خیلی اصلا دقیقا نمیتونم بگم برای که غیر باوره، تا شما نبینید نمیتونید باور کنید. من تنها کسی هستم که تو همین اینترنت اعلام کردم که سرطان رو در 30 روزه خوب میکنم، یعنی هر نوع سرطان. As you can see here, this man is a champion, and you can see here US Open 2007 Asadullah Mohammadi gold medal, as I was explaining. You can see that. Okay? Now, this is his father. His father, okay, was also a champion. And he wrestled with his friend, and as we call it here, Road Dog, okay? Takhti. Takhti was number 1
in the world in terms of anything and everything. He also was number one in the world as everything and anything. He says over here in Persian that although he won, but he gave, okay, his medal to him in order for him to become number one over him. Now that's something that champion would never do that. But this guy is so much of a man that he has done that. I'm going to write about this, and I'm going to write about it and send it to the world. And I'll guarantee you, people, they're going to know what forgiveness is. The forgiveness that the Christians are talking about and saying you got to forgive. Here's a man right there with a picture and evidence. What a man these guys were. Yeah. Now, when I wrote in the newsletter that this man was killed and people laughed at me, here's the answer. That's a very minimum of answer. I don't have to talk no more. I have to say no more. Here it is. Look at it. Over here. Make sure you get it. عرض کنم که تشکر میکنم از پهلوان محمدی و دوست عزیز که ایشون مربی بودن و این حرفا و ما ایشون رو ملاقات کردیم و باشون آشنا شدیم و الان با هم دوست هستیم و بعضی موقع ها همدیگر رو میبینیم. عرض کنم به حضورتون که اگه خاطر موردتون باشه من بهتون عرض کردم که من هر ماه یک نیوزلتری دارم، یعنی یه روزنامه‌ای دارم که مال اینترنت، تو اینترنت درست میشه و در حدود 300 میلیون نفر در ماه این رو میبینن. این نیوزلتر رو شما میتونید، اون عکس بنده هست همونطور که میبینید و عرض کنم بزرگی که اونجا این طرف دست چپش نوشته که Cancer is not a death sentence. Help is here. یعنی سرطان مرگ نیست، کمک اینجاست. عرض کنم بزرگتون که این نیوزلتر در 2 قسمت اومد بیرون. یه قسمتش برای پرونشن بود که باهاتون صحبت میکردم و این آخری موقعی بود که عرض کنم بزرگتون که قرص سرطان رو بیرون آوردم و به دنیا معرفی کردم. این که الان شما میبینید Heal the Children with Cancer Worldwide، من اینه که بچه هایی که سرطان دارن و در بیمارستان ها در دنیا هستن، این یک ارگانیزیشنیه که این مال منه. این رو من 45 سال پیش درست کردم و به دنیا معرفی کردم و ما هر چیزی که این بچه ها احتیاج داشته باشن در خدمتشون میذاریم و اینا رو عرض کنم بزرگتون که کمک میکنیم. از هفته پیش به این ور چندین نفر از مریضایی که من داشتم که اینا سرطان داشتن همشون خوب شدن و الان اینها تلفن میکنن یک دفعه در هفته که خبر بدن که حالشون چطوره، چیکار میکنن. البته میدونید که کسی که سرطان میگیره و با این که خوب میشه هنوزم تحت نظر دکتر هست، باید اقلن هر 1 ماهی یا 3 ماهی یا 6 ماهی یه دفعه اینا برن امتحان بدن و مطمئن باشن که این کنسر بر نگشته. ولی مریض هایی که من میبینم مرتب با اینها در تماس هستم، یا خودم یا دفترم، که اینها تلفن میزنن و مطمئن باشن که اینا حالشون خوبه و اون برنامه هایی که ما براشون گذاشتیم این برنامه ها رو انجام بدن. عرض کنم بزرگتون که فیلم های زیادی از من گرفته شده که بیشترش توی اینترنت هست و شما میتونید برید توی یوتیوب اسم من رو بذارید و این فیلم ها رو ببینید. ولی هر دفعه‌ای که بنده میام اینجا برنامه اجرا کنم یه دونه از اون فیلم ها رو نشون میدم و دلیل دارم به خاطر اینکه میخوام مردم بدونن که من دارم مردم رو تشویق میکنم که مردم اگر سرطان ندارن خودشون رو سالم نگه دارن و اگر سرطان دارن چطوری میتونن خوب بشن. البته
همین که شما میشنوید که مردم سرطان دارن و سرطانی مرده و رفته اون دنیای دیگه، این البته ممکنه برای کسای دیگه اتفاق افتاده باشه، برای من تا حالا اتفاق نیفتاده. یعنی من نمیذارم به هیچ وسیله‌ای مریض من از بین بره و تا اونجایی که امکان هست من به اینا کمک میکنم و مواظب اینا هستم. مطمئنم که اینها اگر هم مریضن سالم بشن. من قبول کنید که هیچ وقت فکر نمی کنم که اگر کسی درسشو بلد باشه و بدونه چیکار داره میکنه، به خصوص در این رشته، نذاره مریضش از بین بره. ولی با وجود این تمام حرفا همیشه 50-50 است. من همه نوع مردم مختلف، مریضای مختلف دیدم. مریض وقتی سرطان میگیره سایکولوژیکلی، از نظر روانشناسی، یه مقداری مغزش عوض میشه و دکتر اگر هم روانشناس نباشه باید این مریض رو بفهمه و باهاش محبت کنه و کار کنه و این رو درست کنه تا اونجایی که امکان هست. و اگر نمیتونه بهش بگه که با یه روانشناس صحبت کن. خوشبختانه چون من خودم هم دکتر هستم، هم دکتر روانشناس هستم، هم دکتر حقوق هستم، من تمام اینها رو خودم تنها انجام میدم. مقدار زیادی از مردم به من تلفن میکنن و به من میگن که آقا ما میخوایم بیایم آمریکا و شما رو ببینیم. خوشبختانه یکی از این آقایون بعد از مدت زیادی امروز تونستن بیان و من ایشون رو ببینم. این آقا مریضی داره که این مریضیش رو خودش اینجا خواهد اومد و صحبت خواهد کرد و خواهد گفت به شما همه که مریضیش رو هیچ کسی در دنیا نتونست تشخیص بده. ولی من دفعه اولی که ایشون دیدم بهش گفتم که مریضی تو چیه و چطوری میتونی این مریض رو خوب کنی، که بهش نشون دادم از کجا میاد و به کجا میره و چطور شده چطور نشده. و ایشون الان که من با شما دارم صحبت میکنم میدونه که خودش که همکاری بکنه و چیزهایی که من بهش گفتم انجام بده، ایشون میتونه در عرض 1 سال این مریضی رو خوب کنه. حالا چرا من میگم ایشون خوب کنه؟ ببینید شما وقتی که دکتر میرید، دکتر به شما یه برنامه میده. حالا برنامه دکتر این است که به شما میگه این دوا رو بخور، این غذا رو بخور، این ورزش رو بکن یا نکن. امروزه خوشبختانه بیشتر دکترها راجع به ورزش وارد شدن، میدونن که باید این خون رو حرکت بدی تو بدن و باعث این بشی که خونت حرکت کنه. از بس که من نوشتم و گفتم و راجبش ثابت کردم، دکترها میدونن که باید بدن خودتو تمیز کنی و باعث این بشی که خون تمیز بشه و شکمت تمیز بشه و کاری بکنی که بتونی سالم بشی و مریض سرطان رو بشکنی، از بین ببری. و مدت زیادی هست، چندین ساله که من توی این مسئله کار کردم و تونستم ثابت کنم که کنسر حکم اعدام و حکم مرگ نیست. این یه مریضیه که این مریضی خوب میشه و خوشبختانه الان در سراسر دنیا خیلی ها خوب میشن. همونطور که بهتون عرض کردم، کسایی که منو میشناسن، کسایی که پیش من اومدن، کسایی که با من کار کردن، همه اینا میدونن که یک دونه از مریض من از بین نرفته و نخواهد رفت. هیچ کدومشون از بین نخواهد رفت. اما بعد نیست اینجا من یه داستان خیلی جالبه به شما بگم از ایران که اتفاق افتاد، چون به خود این آقا گفتم. و اون اینه که یه آقایی به من تلفن زد، گفت دکتر جون من سرطان دارم و احتیاج دارم که چیکار کنم چیکار نکنم این حرفا. بعد من بهش گفتم که عزیز من
شما اگه امکان داره اون کاغذها، اون برنامه‌ها، اون چیزایی که این دکترای ایران از شما دارن یه کاپیشو بر من بفرست. ایشون یه کاپیشو فرستاد بر من و من این رو خوندم و ایشون مرتب به من تلفن میزد، اقلا 2 دفعه یا 3 دفعه در هفته، موقع‌های مختلف، ساعت 8 شب، 10 شب، 12 شب به وقت لس آنجلس. نمیدونم ایران چه ساعتی بود، حتما صبح بود اونجا، شاید شب اینجا. در صورت تلفن زد و دکتر جون چی میگن اینا؟ گفتم اینا میگن تو سرطان نداری، این کاغذایی که به من دادی تو سرطان نداری و من فکر میکنم که شما خوبی، خیلی خوشحال باش. و این حرفا یعنی چی؟ گفتم یعنی اینکه خوشحال باش دیگه، تو سرطان نداری، ناراحتی نداری و همه چی تو درسته. گفت مگه میشه؟ گفتم آره دیگه میشه، چرا نمیشه؟ حالا کاری نداری، چیز نداری؟ نه آقا ما چیکار باید بکنیم؟ ما با ایشون در من نیم ساعت صحبت کردیم. من به ایشون میگفتم تو سرطان نداری، میگفت سرطان دارم. بعد ایشون 1 ساعت بعدش دوباره تلفن کرد که عزیز من آقا شما میخوای از زیرش دری؟ گفتم یعنی چی؟ گفت که نمیخوام ما رو درست کنی. گفتم یعنی چی درستت کنم؟ این کاغذایی که بر من فرستادی، این کاغذا میگی شما سرطان نداری. خب من نمیدونم چیکار کنم. من این چیزی که باید بهت بگم، بهت میگم که تو سرطان نداری. مگه میشه آقا؟ گفتم آره بابا تو سرطان نداری. تو عرض من بی خود نه وقت رو صرف کن نه وقت منو، ولی اگه دوست داری صحبت کنی بخندیم هیچ مهم نیست. ایشون مثل که عادت کرد، مثل که خوشش اومد که من با ایشون صحبت کنم و بگم و بخندم و این حرفا و عرض کنم به صورت این که ایشون مرتب تلفن زد، اقلن مینیموم. و موقعی هم که متاسفانه تلفن میزنه موقعی هست که من خوابم، بعد برای من مسیج میزنه که من فردا صبح به دوباره تلفن میکنم. همونطور که من بهتون عرض کردم، من صبح تمام عمرم در آمریکا، من صبح ساعت 3 صبح از خونم رانندگی میکنم، میرم لب دریا و اونجا ورزش میکنم و مقدار زیادی از مردم میان که ما با هم ورزش میکنیم و سعی میکنیم که خودمون رو سلامت نگه داریم. اشکان به زودی ایشون تلفن میکنه و خب البته من از خونم تا لب آب یه مقداری تقریبا در حدود 20 دقیقه طول داره. اینجا ما مثل همه جای دنیا فریوی داریم و فریوی یعنی تون میتونیم بریم. من تون میرم و با ایشون صحبت میکنم و خیلی هم خوشم میاد، برای که ایشون خیلی بانمکه. خب دکتر جون من اینجام اینجوریه، اونجام اونجوریه. عزیز من شما سرطان نداری، یه کاغذی بر من بفرست که میگن تو سرطان داری، بعد من شروع میکنم درستت میکنم. من فهم میکنم سرطان نداری. اگه میشه آقا چرا من سرطان ندارم؟ جای رسیدگی که چرا من سرطان ندارم؟ بعد به این آقا گفتم اتفاقا امروز قبل از که من بیام اینجا بهم تلفن زد که آقا میری تو تلویزیون اسم من نگی. گفتم عزیز من اسم هیچ کسی نمیگم. من کاری که میکنم این است که فقط برای مردم میگم که مردم بدونن همه نوع. در ضمن یه آقای دیگه از یک استیت دیگه در آمریکا به من تلفن زد و ایشون جایی که ایشون به من بگه که ایشون چه مریضی داره، چه ناراحتی داره، چه چیزی داره، ایشون شروع کرد از من سوال کردن که من کیم، چند سالمه، بچه دارم، زن دارم، ندارم، چند وقت آمریکا بودم، چطوری بوده. ببینید اینا کار شما رو انجام نمیده. خب البته تمام دکترها درس خوندن، علم دارن و میدونن باید با تربیت باشن. من با این آقا خیلی با تربیت بودم و آخر کار به این آقا گفتم که خیلی متشکرم از این من تلفن زدید و من نمیدونم به شما کمک کنم. برای خاطر که شما به من تلفن زدید، این کار شما خیلی جالب بود، خیلی خوب بود، ولی متاسفانه من هیچ کاری برای شما نمیتونم بکنم. من میدونم میتونستم به ایشون کمک کنم ولی مجبور بودم به خاطر که ایشون خیلی به قول آمریکایی‌ها پرسونال شده بود، یعنی خیلی خصوصی شده بود و میخواست خیلی خصوصی بشه. مجبور بودم به ایشون بگم که متاسفانه من کاری برای شما نمیتونم بکنم. خیلی متشکرم تلفن زدید و امیدوارم که کسی بتونه به شما کمک کنه. من یاد این میافتم که موقعی که سربازای آمریکایی از جنگ عراق اول
برمیگشتن به لس آنجلس، به آمریکا، به لس آنجلس و اینا سرطان داشتن و دولت آمریکا از من خواسته بود که اینا رو کمک بهشون بکنم و اینا رو سرطانشون رو خوب بکنم. وقتی که من توی این برنامه‌های به اصطلاح ارتش میرفتم که اینا رو ببینم، اینجا بهشون میگم veteran administration، یعنی یه جایی هستش که فقط مال کسایی هستن که سرباز بودن یا افسر بودن یا سرهنگ بودن در اینجا. این سرهنگی که مسئول این کار بود، من قشنگ یادمه که ایشون به من گفت ببین من یه چیزی از تو میخوام و اون اینه که تو هر کی هستی من کاری ندارم، تو این رو باید خوب کنی، همین that's it. یعنی همین فقط ایشون رو خوب کن، تو برای من هر چی بگی هستی. اگه اینا رو خوب نتونستی بکنی تو برای من هیچی نیستی. این خیلی تو مغز من موند و مغز من به خاطر این موند که من قبول دارم که هر کسی که بتونه در رشته‌ای که هست، رشته پزشکی، ایشون اگر دکتر قلب، دکتر مغز، دکتر سرطان، دکتر ایدز، دکتر دیابتیک، دکتر پنچنرو، دکتر اینکوربل دیزیز، یعنی مریضی هایی که خوب نمیشن، مثل همین آقایی که بهتون عرض کردم که ایشون از ایران اومده بود اینجا که منو ببینه و ایشون منو دید و من بهش گفتم که تو مریضی چیه و چطوری خوب میشی و خیلی خوشحال شد و خیلی خوشحال است و ایشون گفتن که من شروع میکنم دستورایی که شما میدی من انجام میدم. من بهش گفتم که تو از 1 سال خوب میشی، به خاطر که ایشون عضله‌هاش از بین رفته بود و مریضی هایی که داشت یه مریضای خیلی جالبی بود. خلاصه منظورم از این حرفا این است که اگر کسی بتونه در رشته‌ای که هست بتونه مریضا رو خوب بکنه، اینا کسایی هستن که احتیاج به معرفی ندارن و مردم باید راجع به اینا بدونن. ولی اگر کسایی که فقط اسمشون یه چیزیه ولی کار نمیتونن انجام بدن، مریض نمیتونن خوب بکنن، اینا به نظر من به درد کسی نمیخورن. شما خودتون قاضی باشید، خودتون حتما میدونید یا بدونید یا شنیدید که در دنیا کی چندین میلیون نفر سرطانی رو خوب کرده، کی تا حالا مریضش نمرده، اینا همه رو شما میدونید و امیدوار هستم که شما موفق باشید، مواظب خودتون باشید و برنامه‌های آینده کسای دیگر من اینجا میارم که اونا به شما بگن که اینا چطوری سرطان گرفتن، چرا سرطان گرفتن، کی اینا رو خوب کرده و چطوری خوب کرده. قربان شما، متشکرم، خیلی ممنون. خواهش میکنم که روزای خیلی خوبی داشته باشید.